سامانه تاد تنها سیستم دفاع موشکی آمریکاست که میتونه موشک‌های بالستیک با برد کوتاه، متوسط و بلند رو هم در داخل و هم خارج از جو منهدم کنه. این سامانه در تقویت دفاع هوایی اسرائیل در برابر موشک‌های بالستیک ایران به کار می‌رود و موشک‌های آن میتونه اهدافی را در فاصله 150 تا 200 کیلومتری و در ارتفاع 150 کیلومتری هدف قرار دهد. رادار سامانه تاد یکی از قدرتمندترین و پیشرفته‌ترین رادارهای موجود در دنیاست و قابلیت ردیابی اهداف و تا برد 3000 کیلومتر داره و با قرارگیری در خاک اسرائیل میتونه تمامی موشک‌های بالستیک ایران رو موقع شلیک شناسایی کنه. هر سامانه دارای 6 پرتابگر بر روی کامیونه که داخل هر پرتابگر 8 تا 9 موشک قرار میگیرد. موشک‌های این سامانه 900 کیلوگرم و کلاهک انفجاری ندارند و به جای انفجار با وارد کردن ضربه مستقیم به اهداف اونها رو نابود میکنند. به نظرتون این سامانه از گنبد آهنین و سامانه پیکان بهتر عمل میکنه؟